난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. خب در ابتدا شروع میکنیم پایه چیزکیک لوتوسمون رو آماده کنیم. احتیاج به کره و بیسکویت لوتوس داریم که میذاریم توی میکسر که حسابی پودر باشه. این موادم که میبینیم برای فیلینگ و احتیاج به پنیر خامه‌ای داریم، کرم لوتوس و یه مقدار خامه رقیق شده و وانیله. اینجا باید بیسکویت های لوتوسمون رو توی میکسر بریزیم حسابی پودر بشه و وسط کار میتونیم یواش یواش کره رو بهش اضافه کنیم. یادتون باشه حسابی باید پودر بشه تا پایه چیزکیکمون انسجام داشته باشه و باعث نشه که بعد خیس بشه یا اتفاق خاصی براش یا خیلی سفت بشه. الان کره آب شده رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم حسابی با هم میکس بشه. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 그 모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. خب قالب‌ها رو که از قبل آماده کردیم، کفش و کاغذ روغنی انداختیم. الان مواد پایه‌مون رو میریزیم توی قالب. حالا من اینجا 2 تا قالب داشتم و مواد رو باید به یه اندازه تقسیم کنم. حسابی با پشت قاشق باید سفتش کنین و اگر که با یک لیوان یا یک گوشتکوب سبک بتونین این کار انجام بدین، حسابی یه سطح صاف و خیلی محکم، یعنی انسجامش که زیاد باشه پایه خیلی بهتر در میاد. الان شروع میکنیم به آماده کردن فیلینگ چیزکیکمون. من تو این چیزکیک از پنیر خامه‌ای استفاده کردم و از 2 نوع مختلفش هستش. یکیش یه مقدار شلتر بود و یکیش انسجام خیلی بهتری داشت. اینجا هم خامه ها رو وصل کردم. البته توی کپشن تمام اندازه ها رو براتون میذارم. خامه رو توی میکسر میریزم، کرم لوتوس رو بهش اضافه میکنم. میتونین از اسانس وانیل در اینجا استفاده کنین، من از پودرش استفاده کردم و یه بسایی هست به اسم سانشتایف، یعنی که سفت کننده و جمع کننده خامه میشه، در واقع همون خامه قنادی ایرانی. در این قسمت هم حتما باید پودر قند رو شما از صافی ردش کنین، چون هر کاری کنین یه گوله هایی مثل این که رطوبت داره درست میشه داخلش، برای همین باید از صافی حتما رد شه. توی اون پارچه شیشه‌ای هم که میبینین اون خامه رقیق شده هستش که در واقع اونو با میکسر میزنن، بهش پودر قند اضافه میکنن که برای لایه کیک استفاده میشه. منتها ما برای چیز کیک اینو جدا بدون هیچ چیزی میزنیم تا فرم بگیره و بعد به این کرمی که داریم آماده میکنیم اضافه میکنیم.
Don't you cry, baby, even if it's more than tiny. Don't you cry, baby, even if it's small as shit. Because I have chips and fries. They'll never taste so good. خب ما خاممون فیلینگمون آماده شده. در اینجا بگم که اون خامه رقیق شده رو من اون پاکت کوچیک که همون زانش ضعیف بود سفت کننده بود اونجا بهش اضافه کردم. فیلینگو وقتی میخواین توی قالب بریزین دورش باید از این تلقا بذارین دور تا دور قالب که موقعی که چیزکیک آماده میشه حسابی ترتمیز از قالب جدا بشه. منتها ما اینجا فراموش کردیم و بعدش این کار کردیم. میذاریم به مدت 20 دقیقه توی فریزر بمونه که حسابی خامه سفت بشه خودشو بگیره، چون لایه بعدی که میاد روش حتما لایه زیری باید کاملا سرد شده باشه. Think about it. Think about blue ocean where we can be forever. خب چیزکیک هامونم فیلینگش حسابی گرفته. اینجا کرم لوتوس رو من توی میکروویو گذاشتم و یه مقدار رقیق شد. الان ریختم روی فیلینگ. زمانی که اینو میریزین تکون بدین قالبتون رو تا حسابی یه سطح خیلی صاف و ترتمیز بهتون بده. تمام گوشه ها باید پر از کرم لوتوس باشه که جای خالی دور و برش نمونه. Don't you cry, baby, even if it's small and tiny. Don't you cry, baby, even if it's small as shit. Because I اینجا جا داره که از مونا جون دوست خوبم، ایشون قنات هستن، اینو بگم تشکر میکنم ازش که تشریف آورد و دستور این چیز کیکی که الان واقعا خیلی ترند هستش رو به ما آموزش داد. من کانالشون رو براتون گوشه صفحه میذارم، میتونیم بهش سر بزنیم و کلی چیزای خوشمزه یاد بگیریم.